در اینترنت ویدیوی جنگ دو دختر مکتبخوان نشر شده است که موج واکنش‌ها را در بین کاربران تاجیک به بار آورد. در ویدیو که همگی حدود نیم دقیقه است دیده می شود که دو دختر، یکی با پیراهن سفید و دامن سیاه و دومی با فوتبالکه سیاه و شیم جنس در یک راه پیاده‌گرد زیر درخت‌ها با یکدیگر زن و زنی دارند و ده‌ها نفر دیگر با هیاهوی جنگ آنها را تماشا دارند. در ویدیو دیده می شود که این دو دختر یکدیگر را مشت و لغت کوب می کنند و از موی سر یکدیگر کشال می کنند. در آخر به دختر جنس پوش میسر می شود که حریفش را به زمین افشاند. او بعد این هم به لت و کوب آن دختر ادامه می دهد، ولی این لحظه بالاخره دختران دیگر به بین در آمده آنها را خلاص می کنند. بسیاری کاربران از مقامات حفظ حقوق خواستند که اشتراکچیان این زن و زنی را معین کرده همچون نمونه عبرت برای دیگران جزا بدهند. کی و در کجا ثبت شدن این ویدیو معلوم نیست، ولی از لباس تنک نورستان در ویدیو برمی آید که